سلام دوباره مسی و یه ویدیو دیگه از یادگیری اصطلاحات کیدراما. این اصطلاحات خیلی به دردتون میخوره، اعتماد به نفستون رو خیلی میاره بالا و بدون با کمترین تلاشی یک عالمه جمله و پترن کاربردی روزمره یاد میگیرید. تو جلسه قبل، تو ویدیو قبلی اصطلاحات یاد گرفتیم چطور تو رستوران بپرسیم جا داریم، 2 نفریم، یاد گرفتیم چی سفارش بدیم، چطور سفارش بدیم. الان میخوایم در ادامه اون یه سری جملات دیگه، 5 تا اصطلاح دیگه در اصل یاد بگیریم. یاد گرفتیم چطور بگیم کیمچی جیگه لطفاً، کیمچی جیگه چوسایا. یاد گرفتیم به خاطر اینکه یک جمله رو احترام می‌کنیم وقتی داریم یک کاری انجام میدیم، یک چوسایا آخرش اضافه کنیم که معنی لطفاً، خواهش میکنم، همون پلیز انگلیسی میده. نمیخوایم اسمشو بگیم، اسم مثلا اون غذایی که میخوایم سفارش بدیم سخته برامون، میگیم از اون لطفاً. تو فارسی هم، تو ایران هم میریم رستوران، تو فارسی هم میگیم از اون لطفاً یه دونه. از اون لطفاً چی میشه؟ از اون میشه کو. خونده بودیم ای کوچا، درسته؟ از کوگلا اون لطفاً یه دونه. کوگلا چوسایا، از اون لطفاً. کوگلا چوسایا، کوگلا چوسایا. چوسایا رو گفتیم آخرش اضافه میکنیم، جملهمون خیلی محترمانه میشه. کوگلا چوسال ببخشید، کوگلا چوسایا، کوگلا چوسایا. بعدش چیه؟ میدونین سس استفاده کردن. مثلا کره یه سری سس تند دارن، ما که تندخور نیستیم، یعنی هستیم ولی خب به هر حال لولمون که به اندازه اونا که نمیرسه. میخوایم بگیم سس توش نریز، سسشو در بیار. سس به زبان کره میشه ساسو، ساسو درش بیار. ساسو چوسایا، ساسو چوسایا. همون معنی تحت لفظش میشه سس نریزین توش یا سسشو در بیار، که اون سس تندی که اضافه میکنن رو در بیارن. حالا هر سسی میتونه باشه، سس ماهی باشه دوست ندارید، سس تند باشه، سس شیرین باشه، نمیخواین تو غذاتون سس باشه، چطوری میگین؟ ساس چوسایا. بعدی میدونی که غذای کره‌ای به پنچن معروفه. پنچن این دورچین غذاست. ما خودمون ماست موسیر داریم، سبزی داریم، سیر ترشی داریم، ماست و خیار داریم، ماست اسفناج داریم، بورانی بادمجون، اینا همشون دورچین غذا دیگه، اونا هم معروفه. یک عالمه پنچن دارن، یک عالمه. من یه رستوران رفتم 18 شمردم قشنگ 18 تا پنچن آورد و واقعا پنچناشون خیلی خوشمزه است. واقعا به نظر من این که میگن غذای کره خوشمزه است، دورچین غذا که خیلی خوشمزه است. من خودم غذا رو به خاطر دورچینش میخورم، غذا رو به خاطر سالادش میخورم، به خاطر ماسموسیرش میخورم، به خاطر انواع اقسام ترشی‌ها. و پنچن واقعا یک لول دیگه به غذا میده. پس گفتیم پنچن، رفتین رستوران میخوایم بگین بیشتر براتون پنچن بیاره، دورچین مثلا سالاد بیشتری بیاری، سبزی خوردن بیشتری بیاری. پنچن تو اکثر رستوران‌های کره مجانیه، واسهتون میارن رو میز. تو خیلی از جاها سلف سرویس، خودتون میرین برمیدارین. خب یه سری جاها هم میخوایم که براتون میاره، میخوایم که براتون میاره. پس میخوایم بگین پنچن تو بیشتر میشه تو. پنچن تو چوسایا. گفتیم کافیه تو رو به آخر جمله بچسبونیم. لطفاً پنچن بیشتری بیاد، لطفاً دورچین غذا، دور غذای بیشتری. پنچن تو چوسایا. حالا رفتیم یه رستورانی و گیاهخواریم، میخواین بگید که گیاهخوارین که اشتباهی توی غذاتون گوش نره. من هستم چونن، گفته بودیم پترنش چونن نقطه چین این میدا. من دانش آموز هستم چونن هکسنگین میدا، درسته؟ پس میخوایم کافیه این پترن رو داشتیم، الان میخوایم توش چی بذاریم؟ گیاهخوار چی میشه؟ میشه چلسی جویزا. یکم کلمش سخته ولی حالا حفظ میشین دیگه. یک کوچولو تمرین میخواد. سخته هم اینه که چون طولانیه دیگه، چون یکم طولانیه سخته. سیک جویزا 입니다. چونن چسیک جویزا입니다. من گیاهخوار هستم.
کلمه بعدی اینه که خیلی هم اتفاق میفته، شما رفتین رستوران، هنوز میخواین فکر کنید، هنوز باید تلاش میخوابین، هنوز باید تصمیم بگیرید، هنوز انتخاب نکردین، اومدن ازتون اوردر بگیرن، شما هنوز انتخاب نکردین، میگین یه کوچولو بیشتر، حالا یه کم دیرتر لطفاً، حالا یه کوچولو دیرتر سفارش میدم. چی میگین؟ یه کوچولو دیرتر میشه ایتاگا. 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 سفارش دادن میشه چومون هدا. یک کوچولو دیگه سفارش میدم، آینده نزدیکش میشه چومون هلگیا. ایداگا. ایداگا. چومون هلگیا. ایداگا. چومون هلگیا. اوکی؟ ایداگا. چومون هلگیا. بعد از من تکرار کنید و درس امروزمون رو بعد از تکرار میبندیم. کوگولا چوسایا. کوگولا چوسایا. از اون لطفاً. کوگولا چوسایا. سسش رو در بیارین لطفاً. سسه به چوسایا. میخواین بگید پنچن بیشتری لطفاً. دورچین غذای بیشتری لطفاً. پنچن تو چوسایا. تو بیشتر. تو بیشتر. پنچن تو چوسایا. میخواین بگید من گیاهخوار هستم. 저는 채식주의자입니다. 저는 채식주의자입니다. میخواین بگید یک کوچولو دیرتر، یک کوچولو دیرتر سفارش میدم. ایتاگا 주문할게요. 주문하다 میشه سفارش دادن. 주문할게요 دارین یک کوچولو آیندهش میکنین. ایتاگا 주문할게요. ایتاگا 주문할게요. اینم درس امروزمون. 5 تا اصطلاح خیلی 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 کاربردی زبان کره‌ای توی رستوران خیلی به دردتون میخوره. اگر رفتین یادتون نره یک عالمه پنچن بخورید و امیدوارم فردا ببینمتون. نیل پپ کسی میدن یانگی کسایی یانگ